چقدر ترسناکه که خاطراتت یکی یکی محو بشن و تصور کن نتونی اسم عزیزانت و لبخند همسر و مادرت رو به خاطر بیاوری. آلزایمر همینقدر ترسناک و واقعیه. آلزایمر دزد خاموش خاطرات. توی این ویدیو قراره 0 تا 100 بیماری آلزایمر رو بگم و در آخر نکاتی رو بگم که با رعایت کردنش میتونید خودتون رو از بیماری آلزایمر دور کنید. بریم ببینیم ماجرا از چه قراره. آلزایمر یک بیماری زوال عصبیه که به کندی آغاز و به تدریج وخیم میشه. به صورت کلی دمانس به دو شکل عروقی و مغزی هستش که آلزایمر 60 الی 70% از موارد دمانس است. رایج‌ترین علامت بیماری آلزایمر اختلال در حافظه کوتاه مدته و با پیشرفت اون علائم میتونه شامل مشکلات گفتاری، عدم آگاهی از موقعیت، نوسانات خلقی و از دست دادن انگیزه، بی‌توجهی به خود و مشکلات رفتاری باشه. آلزایمر باعث بروز ناراحتی‌هایی از قبیل علائم افسردگی و علائم روانی، توهم، هذیان و سوءظن و رفتارهای خشونت‌آمیز و سرگردانی میشه. با وخیم شدن بیماری، بیمار معمولاً از خانواده و جامعه کناره‌گیری میکنه و به تدریج و با از دست دادن فعالیت‌های بدن مرگ رو داریم. گرچه سرعت پیشرفت آلزایمر متفاوته، اما امید به زندگی 3 تا 9 سال بعد تشخیص هستش. علت این بیماری چندان شناخته شده نیستش، اما یک سری عوامل نظیر سن و دخانیات، ژنتیک و ترومای سر، افسردگی بالینی و فشار خون بالا مرتبطن. تشخیص آلزایمر با بررسی سابقه بیمار و شرح حال، تصویربرداری پزشکی و آزمایش خون برای حذف سایر علل احتمالی هستش و برای تشخیص قطعی آسیب شناسی بافت مغز لازمه، اما این آزمایش تنها پس از مرگ قابل انجامه. تغذیه خوب و فعالیت جسمی و مشارکت اجتماعی برای افراد مسن مفیده و ریسک بروز آلزایمر رو کم میکنه، هرچند تاکنون راهی برای درمان قطعی هم شناخته نشده. بیماری آلزایمر رو اولین بار یک روانشناس آلمانی به نام آریوس آلزایمر در سال 1901 شناسایی کرده. روند بیماری آلزایمر در 3 مرحله اولیه یا خفیف، میانه یا متوسط و شدید هستش که قسمت هیپوکامپ مغز رو هدف میگیره که با حافظه مرتبطه. علائم اولیه آلزایمر اغلب به اشتباه به پیری و استرس نسبت داده میشه. مشهورترین نقص در این مرحله از دست دادن حافظه کوتاه مدته. به مرحله پیشبالینی آلزایمر عنوان اختلال شناختی خفیف و یا MCI دادند. در مرحله اولیه نقص فزاینده یادگیری و حافظه در نهایت منجر به تشخیص قطعی بیماری میشه. آلزایمر تمام قابلیت‌های حافظه رو به یک اندازه تحت تاثیر قرار نمیده. مشکلات زبانی به شکل کاهش دایره واژگان و ضعف در مهارت‌های شفاهی و کتبی خودشو نشون میده. بیمار در این مرحله میتونه حرکات رو انجام بده، اما ممکنه در هماهنگی و برنامه‌ریزی برخی حرکات دچار مشکل بشه و یا اصطلاح آپراکسی. در مرحله میانه و متوسط بیمار بعد از مدتی قادر به انجام کارهای روزمره هم نیستش. مشکلات گفتاری به صورت ضعف در به یاد آوردن کلمات و یا نامپریشی و مشکل در جایگزینی کلمات و یا اصطلاح پارافازیا مشهوده. خطر افتادن سقوط در بیمار بالا میره، مشکلات حافظه بدتر میشه و ممکنه بیمار
اقوام نزدیک خودم نشناسه. نقص در حافظه بلند مدت آغاز میشه و نوع خاصی از سرگردانی و بیقراری به نام سندرم غروب ممکنه بروز کنه. بیمار درک نسبت به پیشرفت بیماری و محدودیت‌های ناشی از اون رو از دست میده و ممکنه بی اختیاری ادرار بگیره. در مرحله شدید وابستگی شدید بیمار به مراقبت رو داریم. در نهایت بیمار ممکنه توان سخن گفتن رو از دست بده. هرچند پرخاشگری ممکنه در این مرحله وجود داشته باشه، اما بی‌تفاوتی و خستگی مفرط به مراتب شایع‌تره. علت مرگ در این مرحله از بیماری اغلب عامل بیرونی مثل عفونت ریه و زخم بستر هستش، نه خود بیماری آلزایمر. در علت شناسی آلزایمر فقط 1 تا 2% موارد موروثی و ژنتیک هست. آلزایمر 2 مشکل اصلی در مغز ما ایجاد میکنه: پلاک های آمیلوئید و کنگل های نوروفیبریلیگی. بیاین دقیق تر بررسی کنیم. پلاک های آمیلوئید چطور تشکیل میشن؟ پروتئین بتا آمیلوئید به طور طبیعی در مغز ما تولید میشه و معمولاً بدن ما میتونه این پروتئین ها رو تجزیه و دفع کنه. اما توی مغز آلزایمر این پروتئین ها به درستی تجزیه نمیشن و به صورت توده های چسبنده‌ای بین سلول های عصبی جمع میشن. این توده ها مثل یک مانع بین نورون ها عمل میکنن و باعث میشن ارتباط بین این سلول ها مختل بشن. کنگل های نوروفیبریلیگی چطور ایجاد میشن؟ پروتئین های تائو که داخل نورون ها وجود داره به طور طبیعی وظیفه پشتیبانی از ساختار سلول های عصبی رو به عهده داره. اما توی مغز افراد مبتلا به آلزایمر این پروتئین تغییر شکل میده و به توده های پیچیده‌ای به نام کنگل تبدیل میشه. این کنگل ها ساختارهای داخلی نورون ها را تخریب و در نهایت باعث مرگ این سلول ها میشن. همین مشکلات باعث میشه ارتباطات عصبی توی مغز کم به کم از بین بره و عملکرد مغز کاهش پیدا کنه. در حال حاضر درمان بیماری آلزایمر بیشتر شامل درمان‌های علامتی و اختلالات رفتاری و داروهای کاهنده سیر پیشرفت بیماریه. فعلا درمان قطعی برای آلزایمر وجود نداره. یک سری داروهای کنترل کننده نظیر داروهای ضد جنون مثل فلوکسیتین، داروهای ضد کولین استراز از جمله ریواستیدمین و دانپزیل و ممانتینو، یک سری داروهایی که هنوز اثر بخشی آنها به تایید نرسیده نظیر ویتامین ها، استروژن و بروفن. رژیم غذایی سالم شامل مصرف روزانه سبزی و میوه و کاهش مصرف چربی های اشباع به علاوه مصرف مناسب مواد غذایی حاوی ویتامین ها یکی از راه‌های مهم پیشگیری از آلزایمر هستش. افراد دارای گروه خونی او از ماده خاکستری بیشتری در مغز خود برخوردارند که این به حفاظت بر برابر بیماری‌هایی مثل آلزایمر کمک میکنه. افراد مبتلا به دیابت خصوصاً نوع 2 مستعد ابتلا به آلزایمر هستند. با این شرح مختصر که مقاومت به انسولین میتونه باعث التهاب مغزی بشه که خود باعث پلاک‌های مغزی و آلزایمر میشه. خب چنانچه فرد 4-5 تا نشانه زیر رو داشته باشه باید به پزشک مراجعه کنه. 1. اختلال حافظه که فعالیت‌های روزانه رو مشکل کنه. 2. مشکل در انجام کارهای عادی، مثلا فراموش میکنه که غذا بپزه. 3. ضعف بیان و استفاده از کلمات نامناسب برای صحبت کردن. 4. گم کردن زمان. 5. اختلال در تصمیم گیری و کاهش قضاوت.
6. اختلال تفکر ذهنی شامل حسابهای مالی و ارقام. 7. جابجا گذاشتن اجسام، مثلا ساعت رو روی گاز میذاره. 8. تغییر غیر عادی در حالت و رفتار، خنده، گریه، عصبانیت. 9. از دست دادن انگیزه و بی‌توجهی. و 10. تغییر شخصیت. اگر این ویدیو برات مفید بود خوشحال میشم کانال ما رو سابسکرایب کنی و همین الان زنگوله رو بزنی تا از جدیدترین محتواها در مورد سلامت و پیشگیری با خبر بشی. برای حمایت از عزیزان تو خودت این ویدیو رو لایک کن و با دوستانت به اشتراک بذار. در کامنت ها نظرت رو بنویس تا با همدیگه بتونیم از این بیماری جلوگیری کنیم. تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون و خاطراتتون باشید.